مسابقات شنا میان 50 ورزشکار در شهر مزار شریف برگزار شد. مسئولان فدراسیون ورزش‌های آبی افغانستان میگویند که این رقابت‌ها به هدف حمایت از ورزشکاران و شناسایی استعدادهای برتر در این رشته راه اندازی شده‌اند. مسابقات مشترک با تیم پارالمپیک و پاراشنای ولایت بلخ همچنان ادامه میتیم و این مسابقات در دو کاتگوری مختلف برگزار می شود که ما کاتگوری زیر سن داریم و بالای سن. از سوی دیگر ورزشکاران با استقبال از این اقدام خواستار رشد و توسعه ورزش شنا و رسیدگی به مشکلاتشان از جمله حمایت‌های مالی و فراهمسازی مکان‌های معیاری برای آببازی هستند. مشکلات در کل ورزشکارا بعضا سفر می داشته باشه در بیرون از کشور، اینا را باید دولت حمایت بکنه و تیکت طیاره و اینمی مشکلات ویزگیشان رسیدگی بکنن دیگه تا ورزشکارا بتونن در بیرون از کشور خوب بدرخشن. فرصت مساعد میشه به خاطر رشد جوانان و همچنان رشد ورزش آببازی و همچنان جوانان زیادتر علاقمند به آببازی میشن. در همین حال مسئولان ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ نیز بر حمایت از ورزشکاران پافشاری میکنند. وعده من مثل همیشه همی است که تا توانی دارم در خدمت همشهری‌ها، هموطنان و ورزشکاران و ورزش دوستان هستم و همونطور که پیشتر گفتم به خاطر همی ورزشکاران شعبه سوم ما دم زودی شاهدش هستیم که افتتاح بکنیم. تربیت بدنی المپیک دی ولایت بلخ همیشه خپل ورزشکارانو حمایت کوي او کړی دی. تاسو شاهد د صحنې یو چې خپل مسؤلین په هر برنامه ورزشي کې د تربیت بدني له ادارې ناراضي او د دوی د شاته ولاړ دي ترڅو دوی وتوانیږي نور هم پیشرفتونه مخکې ولري. قابل یادآوری است که در این مسابقات شماری از ورزشکاران دارای معلولیت نیز اشتراک کردند، اقدامی که از آن به عنوان گام مثبت در راستای گسترش ورزش همگانی یاد می شود.